شاید عجیب باشد ولی صدها نفر از نیروهای سابق واحد 8200 ارتش اسرائیل در مناصب کلیدی بزرگترین شرکت‌های فناوری دنیا از جمله گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون مشغول کار هستند. یگان 8200 یک سازمان اطلاعاتی در ارتش اسرائیل است که مسئولیت شنود الکترونیک را بر عهده دارد و از آن به عنوان یگان گردآوری مرکزی اطلاعات اسرائیل نام برده می شود. این یگان علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها به مقامات اسرائیل در جنگ‌های ارتش اسرائیل حضور گسترده دارد. نیروهای این یگان با استراق سمع و ردیابی الکترونیک به اطلاعات مختلفی مانند اختفای نیروهای مقاومت دست می‌یابد. به گفته کانال 12 تلویزیون اسرائیل، در عملیات تهاجم به غزه در سال 2014 این یگان تلاش کرد تا به بهانه ارائه هشدار حمله به خانواده‌های فلسطینی با آنها تماس بگیرد و اطلاعاتی درباره نیروهای مقاومت به دست آورد. جاسوسی و هک الکترونیک جزء آموزش‌های روزانه هزاران نیروی این واحد است که اغلبشان پس از پایان خدمت برای خود شرکتی خصوصی تأسیس کنند و وارد عرصه تجارت و رقابت می‌شوند. آویوا لیتان، محقق مرکز پژوهش گارتنر، میگوید رونق صنایع فناوری اسرائیل به ویژه امنیت سایبری مدیون نظامیانی است که پس از خدمت در واحد سایبری ارتش اسرائیل تجارب خود را به بخش خصوصی منتقل می‌کنند. حالا نکته مهم اینجاست که آیا پس از خروج از یگان 8200 و ورود به شرکت‌های فناوری ارتباط این افراد با یگان اطلاعاتی ارتش اسرائیل کاملا قطع می‌شود؟ آیا لااقل بخشی از این افراد می توانند نفوذی ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در شرکت‌های مهم فناوری اطلاعات باشند؟ این تعداد تنها بر اساس اطلاعات لینکدین است و شامل کسانی نمی شود که سابقه فعالیت در 8200 را مخفی نگه می دارند. پایگاه اینترنتی مینت پرس نیوز بر اساس اطلاعات لینکدین استناد می کند که در حال حاضر حداقل 99 عضو سابق واحد 8200 در گوگل مشغول کارند. جالب این که در میان این سربازان سایبری سابق چهره‌های مشهور هم زیاد است. گابریل گودل، رئیس امور راهبردی و عملیات گوگل از سال 2010 تا 2016 در واحد 8200 خدمت می‌کرد و مسئول گروهی از مأموران بود که داده‌های مرتبط با درک شیوه‌های عمل مقاومت را تحلیل و بررسی می‌کردند. همین داده‌ها موجب کشتار بیش از 1000 غیر نظامی فلسطینی در عملیات تهاجم به غزه در سال 2014 شد. جوناتان کوهن، رئیس بخش دیدگاه‌ها و بازخوردهای گوگل، هم از سال 2000 تا 2003 یکی از مسئولان ارشد همین یگان بوده. امی بالمور یکی از بانفوذترین افراد در شرکت متا و عضو شورای نظارت این شرکت است که قبلا خودش در یگان 8200 اداره پیگیری‌های آنلاین را تأسیس کرده. مأموریت این اداره وادار کردن فیسبوک به مقابله با محتوای مرتبط با طرفداری از فلسطینی هاست.